24 خلبان تاجیک در امریکا تعلیم گرفتند. به آنها بهترین آموزگاران شرکت دلتا درس گفتند و دوره بازآموزی 3 هفته دوام کرد. در این مدت متخصصان امریکایی کوشش نمودند درجه تخصص خلبان‌های تاجیک را معین کنند که تا کدام اندازه به معیار جهانی موافق می باشند. با این واسطه ما می توانیم جغرافیای پروازهایمان را توسعه بدهیم، اما قبل از این باید معتقد باشیم که سطح خلبان‌های ما به طلبات جهانی جوابگو است. بجز از خلبان‌ها در امریکا همچنین 6 آموزگار تاجیک تمرین دیدند. در جریان آموزش ملکه‌های درس دادن آنها از سوی متخصصان امریکایی سنجیده شد. تا کنون خلبان‌های سامان ایر در خارج آموزش گرفته و با این هدف سال 2 بار به ترکیه می رفتند. اکنون تاجیکستان می تواند که مستقلانه خلبان آماده کند و آنها را برای تمرین حتمی هر نیم سال به امریکا فرستد. Two main thrusts to what Soman Air asked us to do. آموزگاران سامان ایر دوره کامل آموزشی را گذاشتند و برای آماده کردن خلبان‌ها ملکه کافی دارند. ما مشاهده کردیم که آنها با آموزش اشتیاق زیاد نشان می‌دهند. از جهت تکنیکی خوب آماده هستند و راحت می‌توانند خلبان تربیت کنند. سال آینده مرحله نوی همکاری‌های دو شرکت آغاز می‌شود. آنها می‌خواهند تمام هیئت سامان ایر را آموزش دهند. احتمال می‌رود که قرارداد همکاری میان سامان ایر و دلتا از 3 تا 5 سال دیگر تمدید شود.